مریضم هستی آسیه جون زیاد روی لایو نگرت نمیدونم، یه کوچولو خودتو معرفی کن بعد بریم سر به قول معروف اصل مطلب. حتما چشم. ویدا جون، من عرض درود و ادب دارم هم به شما هم به عزیزانی که از پیج شما یا پیج خود من ممکنه در حال حاضر همراهمون باشن یا بعداً ببینن. آسیه هستم، ساکن لندن، با 2 تا دخترم و همسرم. بک‌گراندم کار توی مدرسه بوده به عنوان تیچر اسیستنت. این بیزینس رو جایگزین کارم کردم با توجه به پتانسیل درآمدزایی عالی که داشت، ولی خب دلیل اولی هم این بود که یه دختر کوچولو داشتم که دوست داشتم از خونه و در کنارش کار کنم. خب خیلی هم عالی. منم خودم معرفی کنم برای کسایی که از پیج شما منو میبینن. من ویدا هستم، ساکن انگلیس هستم، شغل اصلیم هم آرایشگریه و اگر که اجازه بدید، چون تایم لایومون شکر خدا خیلی طولانی نشده، منم یه سوال کوچولو از شما بپرسم، چون این روزا زیاد این سوال از من پرسیده میشه. حالا عزیزان که این لایو رو از پیج من ببینن به جواب این سوال هم میرسن، نه فقط از ذهن من، از ذهن یکی دیگه از عزیزان که این بیزینس رو انجام میدن. در مورد درآمدها خیلی از افراد سوال دارن. ویدا جون، میگن که خب مثلا ما کی به درآمد برسیم، درآمدمون چقدر خواهد بود، مثلا به ما یه رنجی بدید و دوست دارم شما یه توضیح بدین به این عزیزان که قراره به چه صورت سیستم درآمد این بیزینس. آسیه جان چه سوال خوبی کردی، چون بلافاصله هر کسی که وارد میشه اولین سوالش همینه، چقدر ماهانه میگیرم. این اولین سوالشه. من میخواستم یه مقدار البته توضیح کوچیکی بدم، انقدر توضیحات زیاده که ولی خب من یه مقدار اون چیزی که باید به وقتمون به قول معروف اجازه بده بگم. اول از این میخواستم بگم به اون کسایی که میگن که درآمدمون چقدره، اینجا حقوق کارمندی نیست که شما بخواید حقوق بگیرید، این یه بیزینس خودتونه. به فرض مثلا من خودم یه آدمیم که سالن داشتم قبلا، خوبه، خب من اگر نمیرفتم در سالن رو باز نمیکردم امروز درآمدی نداشتم، فردا اگر میرفتم باز میکردم تا دیرترم میبادم درآمدم بیشتر بود. خب این یه واقعیت، حالا اون آفلاین بوده. برای این بیزینس هم دقیقا همینه. اگر ما نیاییم، اول از این باید یه دوره هایی هستش که اون دوره ها رو ببینیم، یاد بگیریم، آموزش ها رو بگیریم که ببینیم چطوری و کجا کار کنیم. دقیقا 7 تا پلتفرم که ما باید تو اونجا فعالیت کنیم برای خودمون. خب ما اگه زمان نذاریم نریم این آموزش ها رو یاد بگیریم، نریم به قول معروف پشت کار داشته باشیم، صبور باشیم، خب هیچی تو جیبمون نمیره. این یه واقعیته. من اگر نرم کلیدو نندازم سالنم باز میکنم، چه انتظار دارم؟ انتظار دارم که یه پول مفتی هم بیاد بره تو جیب من یا مشتریا بیان از زیر در پولو بندازم بگم خب ما هم میریم و اینم مولی شما. خب اینم همونه. من همیشه اینو برای این مثالو برای کسایی که وارد میشن میگم ببین اینم مثل همونه. شما اگر نیایید، اگر کار نکنید، یاد نگیرید، به قول معروف پشت کار نداشته باشید، از کجا میتونید درآمدزایی کنید؟ درآمدزاییتون حالا به چه صورته؟ شما میاد اینا رو یاد میگیرید و ما همینطوری که خودمون یاد میگیریم به صورت یک منتور میشیم، کسی دیگه که وارد میشه اون رو یه منتور دیگه ای میکنیم و اون یه منتور دیگه. درآمدزایی ما به این صورته. خب که یعنی آموزش در واقع میشه ما آموزشی که یاد میگیریم همون آموزش رو به شخص دوم و به شخص دومی هم به شخص سوم میده. درآمدزایی ما از اینجا میاد. حالا من نمیدونم دیگه توضیح کامل باشه، اوکی باشه. یه شخصی هم اینجا من بهشون پیام دادم که آره دوست داشتم بدونم، میتونم گفتم چرا که نه، دوست داشتین با ویدا جون یا با من هر کدوم خواستید تماس بگیرید، ما راهنماییتون میکنیم. 100%. حالا اگه میخواید تو اکشن رو شما بگید یا من بگم، حالا هر جور راحت هستید ادامه میدیم تو اکشن رو بدیم، چون لایو زیاد طولانی نکنید. شما میدونید که حالتون هم خوب نیستش. میخواستم از همه دوستان عزیزی که لایو ما رو الان میبینن یا بعدن میبینن، اگر با آسیه جون میخوان تماس بگیرن، اسم و ایمیل آسیه جون هستش توی پیجش همه جا. اگر خواستید با من تماس بگیرید، با من هر جوری که خودتون راحتید و راحت دوست دارید میتونید با اون شخص در تماس باشید. جفت ما هم تو انگلیس هستیم. امیدوارم کسانی که از اروپا هم میان خیلی راحت ترن، تایممون هم با همه
هر جور که به قول معروف راه دوستان توضیح بدیم که با ما در تماس باشید، ما راهنماییتون میکنیم و براتون وبینار رایگان رو میفرستیم دیگه. بله وقتی شما با ما تماس میگیرید شما یا حالا با آسیه جون یا با من فرق نمیکنه، شما با تماس میگیرید، اولین حرکتی که میشه یه وبینار براتون میفرستیم، شما اون وبینار رو میبینید. اگه احساس کردید که مال شماست، بعد از اونی که استپ دومو برمی‌دارید که استپ دومو بعداً فکر کنم راجبش توضیح بدیم خیلی بهتره. خب آسیه جو، من خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون، لطف کردی عزیزم. عزیزم روزتون بخیر. بابت خودتون خوبیتون باشه. امیدوارم که ببینیم، چون اینجا که ندیدم عزیزم. نه سیف شده، خیالت راحت. الان به من که آپلود می‌کنید سیف شده. موضوع خودتون خوبیتون باشه. خداحافظ شما.